علیکم السلام و رحمت الله خانم. من در تلگرامتون هم نوشته بودم. یک دوگانه میپرسد. یک پسرچه 1.5 ساله دارم. در نزدیک گوشی اضافگی هست. همین میپرسن که همون را آیا جایز است گیرند یا می شود دلنازه گرفته می شود و یک کسلی هست در اسلام. هر عیبی که هم دیدید میگید این یک کسلی هست، پیشی بینیش به یک بینی دیگر، 6 تا انگشت دارد، گوشی دیگر یا خولهای کلون کلون در یک اونجا برآمدگی، همه این را گرفتن اجازت است. این تغییر خلق الله نمی شود، این شفا می شود. یعنی عیبی که هست، بیماری که هست، اون رو معالجه کردن. یک گونخل به این گناهکار نمی شوند. بگیرن به این اجازت است. که برای همون فرزندانشان حقیقی نکرده بودند، یعنی گوسفند نکشته بودند. تازه قریب 2 ساله می شود. همین اکنون گوسفند کشته می شود. نه چی نمی شود. فقط شرایطشان باشد 2 تا گوسفند میکشند. نه شرایطشان نباشد 1 تا کشند، بعد 1 تا دیگه قرض دارند. برای پسرش 2 گوسفند است، بکشند، حاضر بکشند، پخته به مهمان ها دهند، یا اینکه اگر اطراف خیش و تبار نباشد تقسیم کرده خام فرستند. و یکم عقیقت تا مرده نمی شود خواهران. عقیقت تا وقتی مرگتان شما به خودتان نکرده باشد هم خواهران به خودتان کنید. عقیقه سبب می شود که روز قیامت هم برای شما شفاعتگر می شود، کودکی که براش عقیقه کردید انشاءالله، هم بلاها از اطراف کودک می رود، ثوابش به حد کلان است و انسان های کلان هم برای خود کنن هیچ باکی ندارد، ثواب می گیرند و گناهکار نمی شوند. برای زنهای دخترک 1 گوسفند، برای پسرچه 2 گوسفند شرایط باشد حتما بکنند، هیچ دیر نمی شود. اما سنت و بهترینش 7 روزگی یا که 14 روزگی یا 21 روزگی، که 14 و 21 رو بعضی علما حدیثش رو ضعیف میگویند، ولی اگر 7 روزگی نتوانستید بکنید باز بهتر.